سلام و درود بچه ها، چطورید؟ بعد از مدت ها اومدیم با یه ویدیو جالب. بچه میخوام ماینکرافت منطق داره یا نه بریم امروز تست کنیم. خب بچه ها کنید برای اولی اینجا ببینید این سند. خب من اکشن استاف ریختم به خاطر همین اینطوری. این سند خب اینم گندم. الان تو دنیای واقعی شیم بریزه گندم با خراب شد دیگه. حالا اینجا بابا میبینی که اصلا هیچی نشد. حالا گراول دیگه باید بشه. نه نشد. انویل دیگه از آهنه باید بشه. بابا حالا بذار خودم تست کنم. بابا عالیه بچه. اینجا ما اگه شمشیر نظرایت رو بنازیم تو لاوا نمیسوزه. حالا این کاکتوس رو میبینی؟ کاکتوس ها تو دنیا واقعی هیچ کار نمیشه. اینجا ببین شمشیر رو خورد. اصلا نمیدونم چجوری غیب کرد شمشیر رو. چجوری آخه ممکنه؟ جایی که شما بفهمید به من بگید تو کامنت ها. حالا اینجا یه میشه رد شد دیگه. نه دکون قشنگ از این برم ببینید. حالا از اینجا چی؟ بابا قشنگ میره حال نمیاد بیرون. این یکی دیگه خیلی بزرگه رد نمیشه. حالا اینو ول کن. اینجا پیککس چوبی چوبو میکنه. پیککس سنگی سنگو میکنه. پیککس آهنی آهنو میکنه. پیککس دایمندی دایمندم میکنه. ندرایتی منشه دبریسو میکنه. خب معمولیه دیگه. حالا من نمیدونم ماینکرافت این چه منطقیه تو داری ناموسن طلایی نگو نداد. اینا هم دیگر میگن ولی طلایی چرا اینطوریه تو میفهمی؟ چه قدرتی. ولش کن. حالا بچه زیاد خودتون رو درگیر نکنید. ماینکرافت اینا رو شاید تا سال 2050 درست کنه. حالا داریم اینا رو. خودتون رو زیاد درگیر نکنید. فقط گفتم به اطلاعتون برسونم که اینا هست تو ماینکرافت اگه نمیدونید. شمشیرم که غیب شد دیگه. آره شو بکن. آخه نگاه کن انویل نتونست کارش بکنه. خب من میتونم. انویل آهنه 10 برابر وزن منه. این لاوا نتونست اون رو بسوزونه. این غیبش کرد. ولی خب من میتونم خرابش کنم. آره. از این که رد نشد. از این هم رد نشد.